الحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران خیلی عزیز و گرامی، خدای مهربان همیشه دعاگو هستم که همگان شما را در پناه رحمت و عصمتش نگهبان باشد. میخواستم یک حدیثی را که امام مسلم میارد از نام حضرت امام ابو هریره، برادران عزیز و گرامی، که حدیث قدسی هست و بسیار یک حدیث انشاءالله برای ما و شما متأثر خواهد بود اگر با دقت ما و شما گوش اندازیم. عن ابی هریره رضی الله عنه قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ان الله عز وجل یقول یوم القیامه. پیامبر ما فرمود به درستی که الله مهربان روز قیامت می گفته است. چی می گوید؟ یا ابن آدم مرضت فلم تعودنی قال یا ربی و کیف اعودک و انت رب العالمین قال اما علمت ان عبد فلانا مرض فلم تعوده اما علمت انك لو عدته لوجدتنی عنده. خدای مهربان میفرموده است که ای فرزند آدم، وقتی که من بیمار شدم چرا مرا عیادت نکردی؟ چرا به خبرگیری من نآمدی؟ فرزند آدم میگفته است که پروردگارا، آخه تو یک الله ذوالجلال هستی، تو رب العالمین هستی، تو چگونه مقصد بیمار میشوی یا چگونه تو بیمار شدی؟ الله مهربان میگد که فلان بنده من بیمار بود و تو آگاهی داشتی و تو امکانیت خبرگیریش هم داشتی یا امکانیت یاردم کردنش هم داشتی. اگر تو او را خبرگیری میرفتی، هر آینه مرا در پیش همون بیمار میافتی. برادران عزیز و گرامی، این از فضیلت عیادت بیمار هست. یعنی هر کسی که بیماری را برای خبرگیریش میرفته است، الله میگه لوجدتنی عنده، تو مرا نزد وی میابی. بین، یعنی به رحمت من تو موفق میشوی، نائل میشوی، با محبت من تو موفق میشوی. اگر شما بر عیادت بیمار روید، در حدیث ها خواندم برادران و خواهران عزیز که اگر انسان سحر اراده کند که میرم یک بیماری را خبر میگیرم، خداوند 70,000 ملائکه را دستور میدهد که تا بیگاه در حق همین نفری که برای عیادت بیمار میرود طلب مغفرت کنید. یعنی 70,000 ملائکه از خدای مهربان طلب مغفرت گناه تو را میکرده است. اگر بیگاهی میگه اراده خبرگیری کند، خداوند همون 70,000 ملائکه را دستور میدهد که تا صبح دمیدن در حق همی بنده من طلب مغفرت کنید. خوش به حال آن کسانی که برای عیادت بیمار میروند و در حدیث آمده است که هر کسی که از خانه برای عیادت بیمار می رود، خبرگیری بیمار می رود، همون قدم هایی که در زمین می ماند، میگد او قدم ها در زمین جنت گذاشته است. در قدم هاش در این کوچه های شهر نیست، بلکه هر یک قدم او در هر یک پارچه از جنت گذاشته است. مقصد اگر خداوند همون روز جان تا بگیرد، الکی برای تو یک باششگاه
برای تو یک نشستگاه در جنت الک الله مهربان به توفیل خبرگیری بیمار به نام نویساندگی، به نام آماده کردگی. وقتی که شما بیمار خبرگیری رفتین، قاعده بیمار همینه که ما بیشتر باید در پیشش ننشینیم و هیچ وقت اهلی مثال بیماردار زحمت نتیم با آوردن خوراک و با مثال هر یک آواز بلند و صحبت و دیگر. و وقتی که نزدش رفتیم، پیامبر سنت همین بود که دستش میگه در بالای همون پیشانی بیمار میموند و چون این دعا را میخواند: اللهم وشفی انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما. حضرت همین را میخواندن و بعدا مقصد میخیستن باز دنبال کارشون میشیدن. خلاص یکم چیزی را که الله مهربان در روز قیامت با بندگانش میگفت است همین بود است که اگر میرفتی پیش بیمار مرا آنجا تو میافتی. دویم چی میگفت است؟ میگفت است که یا ابن آدم استطعمتک فلم تطعمنی قال یا ربی و کیف اطعمک و انت رب العالمین قال اما علمت انه استطعمك عبدي فلانا فلم تطعمه اما علمت انك لو اطعمته لوجدت ذلك عندي. دویم میگفت از فرزند آدم برای چی مرا از طعامت برخوردار نکردی؟ گفت پروردگارا آخه یک ذات بی نیاز هستی، مقصد تو با خوراک ما هیچ نیاز و حاجتی نداری، ما چگونه تو را مقصد از خوراکمان از طعاممان برخوردار کنیم؟ گفت فلانی بنده من گرسنه بود، فلانی بنده من نیازی به خوردن داشت، نیازی به کمک پولی داشت. اگر تو می رفتی و او را دستش می گرفتی و او را مقصد از همین حالت غم و اندوه خلاص می کردی، هر آینه مرا در همونجا تو می افتی. برادران عزیز و گرامی، هر کدام ما اگر در اطرافان آگاهی از این نفرهای کم بضاعت و نادار آگاهی داشته باشیم، حتما اونها را مقصد رفته دستگیری کردن. علل خصوص ماه بین رمضان آمدیسته، در این حالت شما پروردگارتون نزد وی میابید. یعنی تصور کنید که وقتی این کار بود شده دستش برداشت و دعا کرد، هر آینه خداوند نعمت چبا در شما زیاد میگرداند. سیوم یا ابن آدم استسقیتک فلم تسقنی قال یا رب کیف اسقیک و انت رب العالمین قال استسقاک عبد فلانا فلم تسقیه اما انک لو سقیته لوجدت ذلک عندی. سیم گفته فرزند آدم روز قیامت الله میگه چرا که من تشنه آب بودم مرا سیراب نکردی؟ بنده میگفته از پروردگارا آخه تو یک ذاتی هستی که مقصد هیچ وقت به این آب نیاز نداری، حاجت نداری، چگونه من ترا مقصد آب برای تو آب میدادم یا تشنگی ترا از بین میبردم؟ الله میگفته است فلان مقصد دیها، فلان محله، فلان نفر نیازی به آب داشت، اگر او را از آب تو سیراب میکردی مرا هر آینه نزد او میافتی. الحمدلله رب العالمین. بسیاری از برادران آگاهی داریم که میروند در محله هایی که آب نیست آب میبرارند. خوش به حالتان برادران عزیز، زیرا که پیامبرمان یکی از صدقه های جاریه، یکی از صدقه هایی که بی نهایت اجر و ثوابش بزرگ و بلند است، میگفت این آب دادن است. شما میرین مقصد مبلغای کلانی را که در برآوردن آب صرف میکنین و مردمی که میخرد
چگونه که در هر یک تار پشم قربانی آدم قربانی میکردگی ثواب میگیرد، در هر یک قطره او در نامه اعمال تو چقدر ثواب نویسانده میشود. به این خاطر شما وقتی که یک محله که به آب میمانده است، الله مهربان بین میگه تشنگی اونها تشنگی من است، نیازی اونها نیازی من است. شما وقتی که یک محله را، یک ناحیه را، هر جایی نباشد، وقتی سیراب میکنید، یعنی همچنان است برادران عزیز و گرامی که ما آن نیازی را که الله مهربان گویا داشته باشد، ما اون نیاز را برآورده کردیم. یعنی ریزاگی دل مردم را که یافتیم، ریزاگی الله را ما پیدا کردیم. این بود حدیثی که در روز قیامت برای 3 نفر الله مهربان یعنی ندا میداد است. برای نفرهایی که بیمارها را عیادت میکنند، برای نفرهایی که با طعام و با مبلغشان دست بیچاره و گرسنه را میگیرند، سیوم برای آن نفرهایی که آب میبرارن و مردم از سیراب میکنند. خداوند خاتمه هممون به خیر، ایمان هامون با سلامت نگه دارد. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.